این جنازه پژو 206 رو خریدم فقط 100 میلیون تومان و میخوام با 100 میلیون تومان دیگه تبدیلش کنم به یه 207 فول لوازم مثل تصویری که میبینیم. همونطور که تو قسمت قبل دیدین استارت صافکاریشو زدم و 4 تا پوست درایشو عوض کردم و این شد نتیجه‌ای که فعلا از ماشین گرفتم. و تو این قسمت قرار بقیه کارهای صافکاریشو انجام بدیم. برای مرحله اول ایراد کف صندوق رو با جک‌کاری برطرف کردم و شروع کردم به کندن گلگیرای عقب. بعد از گلگیرای عقب رکاب‌ها رو برش دادم و جدا کردم و رفتم برای کندن پوست سقف. پوسته سقفم کامل برش دادم و جدا کردم و حالا موقعشه که قطعات نو رو ببندیم جای قطعات داغون قبلی. قطعات جدید رو هم مرحله اول با پیچ بستم و میزون کردم و در آخر جوششون دادم و این شد نتیجه‌ای که تا حالا از این پروژه گرفتیم. تو قسمت بعدی میریم که ماشین رو فیس لیفت کنیم و صافکاریشو تموم کنیم و بفرستیمش برای نقاشی. اگه دوست داشتی پیجمو فالو کن تا گممون نکنی و بتونی نتیجه این بازسازی رو ببینی.